از وقتی که ادیسون برق رو نه لامپ رو اختراع کرد، خیلی از افراد گفتن پس ما میتونیم بیشتر هم بیدار بمونیم و روشنایی داشته باشیم و همین باعث شب بیداری ها شد. اما قبل از اون سعی میکردن شبا زودتر بخوابن که صبح زود بتونن بیدار بشن تا از بیشترین تایمی که در طول شبانه روز روشنایی و نور خورشید هست بتونن استفاده بکنن، یعنی از طلوع خورشید تا غروب خورشید. حالا خیلی ممکنه بگن قبلش فانوس نفتی و آتش و اینجور چیزا هم بوده و میتونستن روشنایی رو داشته باشن. آره دقیقاً اینها بوده، اما زمانی که شما دوچرخه دارید بیشتر تمایل دارید کارهایی که مثلا نیاز به رفت و آمد داره انجام بدید، یا زمانی که ماشین دارید. قطعاً زمانی که ماشین دارید. لامپ هم که اختراع شد، این روشنایی داشتن خیلی آسون شد و میتونستن این روشنایی رو خیلی آسون داشته باشن، به خاطر همین این اتفاق افتاد. تو این ویدیو میخوام 3 تا تکنیکی بهتون بگم که خیلی راحت بتونید صبحای زود بیدار بشید و اون خوابی که برای همه لذت بخشه رو نه کوتاه‌تر بلکه منظم ترش بکنید. یه چیز داخل پرانتز بگم، صبح زود بیدار شدن صرفاً شما رو موفق و ثروتمند و محبوب و مشهور نمیکنه. خیلی ها این تفکر اشتباه رو دارن، مخصوصاً در رابطه با باشگاه‌های 5 صبح بیدار شدن و اینجور چیزا که از بس خیلی سوال می‌پرسیدن. من یه ویدیو جداگانه در رابطه باش ضبط کردم و داخل کانال گذاشتم. اما تکنیک اولی که بهتون کمک میکنه صبح زود خیلی راحت بیدار بشید، اگر همین یه تکنیک رو انجام بدید نیازی به موارد دیگه ابتدای کار ندارید. سعی کنید جاهایی بخوابید اگر این دسترسی رو دارید که صبح زود وقتی خورشید طلوع میکنه نور خورشید بهتون بخوره. حالا نزدیک یه پنجره بخوابید که نور خورشید اگه ازش در واقع به داخل خونه میتابه موقع طلوع خورشید، یا مثلا توی فضای باز بخوابید که در واقع این امکان رو به شما میده که نور خورشید صبح زود به شما بتابه. باورتون نمیشه که چقدر راحت حتی افرادی که خواب به شدت سنگینی دارن، اکثرشون با همین یه تکنیک میتونن خیلی راحت صبح زود بیدار بشن. و نور خورشید چیزی است که دیگه شما رو سریع سرحال میکنه، شاداب میکنه و اون حس خواب آلودگی رو ازتون میبره و باعث میشه که خیلی راحت بتونید بیدار بشید. به جرئت میتونم بگم که خیلی از افرادی که از این تکنیک استفاده میکنن اصلا خیلی راحت و همون دفعه اول میتونن خوابشون رو منظم بکنن و اصلا نیاز به کارهای دیگه ندارن. اگر دسترسی دارید و میتونید این کار رو انجام بدید، این کار رو انجام بدید. اگر نه، از تکنیک‌های بعدی که بهتون میگم استفاده بکنید. تکنیک بعدی که خیلی ساده و کلیشه‌ای شاید به نظر برسه، دلیل کلیشه‌ای شدنش هم این هست که زیاد شنیدیم اما انجام ندادیم. این هست که شما اگر زود بخوابید قطعاً 5 صبح بیدار میشید. شما اگر ساعت 1-2 نصف شب میخوابید، ساعت مثلا 10 صبح بیدار میشید، مثلا 8 ساعت خوابیدین. اگر بیاید ساعت 9 شب بخوابین، خب قطعاً ساعت 5 صبح بیدار میشید. همون 8 ساعت خوابیدین. فقط نیاز به یه تایمی داره که این تبدیل بشه به روتین شما. حالا چرا مهم اینه که ما اغلبمون شاید سبک زندگیمون طوری شده که نمیتونیم شبها زودتر بخوابیم و میخوایم اون تایم شبو داشته باشیم. حالا بهانه یا شاید دلایلمون اینه که میخوایم از این تایم استفاده بکنیم، داریم کارامون رو انجام میدیم، پروژه‌امون رو انجام میدیم، ولی شاید اغلب افراد دارن اون در صرف وبگردی میشه، کارهایی که اصلا نیاز به انجام دادنش هم نیست و کارهای در واقع ضروری نیستن. مطمئن باشید همون پروژه ها، همون کارهایی هم اگر که شما دارید شبها انجام میدید، صبح زود بیدار بشید، برنامه حرفه‌ای داشته باشید، مثل یک فرد حرفه‌ای، میتونید همون تایم رو صبحها انجام بدید و تو تایم‌های دیگه‌ای که دارید اضافه میارید. شما همون 8 ساعت رو میخوابید، همون 8 ساعت رو دارید. اگه تا ساعت 10 صبح میخوابیدید، از ساعت 5 صبح الان میتونید تا ساعت 10 صبح اون فرصت و اون زمان رو دارید و اون کار رو انجام بدید. پس هیچ تایمی از شما گرفته نمیشه که شما فکر کنید من دیگه فرصت انجام دادن کارهامو ندارم. اما این تکنیک رو از همون روز اول قطعا نمیشه انجام داد، به خاطر اینکه شما اگر ساعت 9 شبم بخوابید خوابتون نمیبره. اینو مجبورید در طی یک هفته سعی کنید هر دفعه یه نیم ساعت یا ساعت خوابتون رو برگردونید به عقب تا اینکه در واقع بتونید سر ساعت 9 شب یا 10 شب بخوابید. و تکنیک سومی که خیلی میتونه موثر باشه، نه تنها توی صبح زود از خواب بیدار شدن، توی خیلی از کارهای دیگه، اینه که شما یک همراه موفقیت داشته باشید، یا فردی که مثلا یا گروهی که قرار صبح زود مثلا برید کوهنوردی یا یه سری کارهای دیگر رو انجام بدید. صبح زود وقتی یک گروه با هم هستن، یک تعهدی، یک انضباط شخصی ایجاد میشه که آدم به تنهایی وقتی بخواد اون کار انجام بده، این انضباط شخصی رو خیلی راحت میتونه حذفش کنه. میگه اگه برای خودم هست من نمیخوام انجام بدم. اما وقتی یک تعهد جمعی هست، اون موقع دیگه هر فرد میگه اگه من این کارو نکنم، مثلا یه تعهدی هست که کل تعهد این جمع از بین میره و متعهد شدم که برم. پس میتونید یه همراه موفقیت داشته باشید که برای خودتون تایم بذارید، مثلا برای 2 هفته 3 هفته هر روز برید در واقع کوهنوردی تا این خواب شما، این صبح زود بیدار شدن تبدیل بشه به روتین شما، تا 2 هفته 3 هفته مثلا انجامش بدید و هر چه تعداد شما بیشتر بشه، این
انجام دادن این کار برای شما خیلی راحت تره. یعنی 2 نفر اگر بشن 3 نفر خیلی بهتره، چون 2 نفر باز ممکنه با هم یه توافقی بکنن که آره مثلا فردا نریم. ولی اگه یه جمع باشید 10 نفر باشید 15 نفر باشید دیگه قطعا این اتفاق نمیفته و به خاطر همون حس جا موندن از این مهمانی، از این صبح زود بیدار شدن، از این کوهنوردی، حس جا موندن باعث میشه که شما اون تعهد در شما به وجود بیاد که صبح زود بیدار بشید. هر کدوم از این تکنیک هایی که گفتم ممکنه برای بعضیا قابل انجام باشه، برای بعضیا قابل انجام نباشه. مثلا یه فردی میگه من نمیتونم ساعت 9 شب بخوابم، اصلا توی خونه ما طوری هست که همه بیدارن، سر و صدا هست، 9 شب اصلا خوابم نمیبره. اگر امکان انجام دادن هر کدوم از این تکنیک ها رو ندارید، یکی از تکنیک های دیگر رو انجام بدید. هر کدوم از اونها اونقدر قدرت دارن که بتونن این روتین رو برای شما درست بکنن. و خواهشاً توی کامنت ها بنویسید که شبها یا نصف شبها چه ساعتی میخوابین و صبحها چه ساعتی بیدار میشید. اگه تا اینجا ویدیو براتون مفید بوده لطفاً ویدیو رو هم لایک بکنید که خیلی به من انگیزه میده و اگر هم تا الان داخل چنل سابسکرایب نکردید اون دکمه قرمز پایین رو بزنید که جزو این خانواده بشید.